بمردیم توی لشیه بمیرم آخه بنده کموی در انجبی شمو بایان داده خشکای چمو بایان علا شفای داده کیا بای شیرین لونش نگم زپبن زرکم جان پریشانی تنیری وای جان مکان آخه سری منی قربونه بکم بخون بلبل بخون بلبل دلی دستون روزگاری کن بجن چل چل بجن چل چل بیقراری کن خسر باده دو چند روزی هم نشینش یار دلیم پیش کن شب و روزون غم نوه خربار بیا ای روز که من بلبل تا بنالم است دلی آتش و شانی کبی زوالی من است هنی بخویان مرا بلبل بیقراری کن نگاریم باید کوکو خسته روزگاری کن هنی بخویان مرا بلبل بیقراری کن نگاریم باید کوکو خسته روزگاری کن
در سفر گذشتم از جنگل‌های 40 میلیون ساله هیرکانی در استان گیلان گذشتم و در ارتفاعات کوه‌ها و ییلاقات تالش مهمون خانواده‌ای بسیار ساده و مهربون شدم. از بلغزارم. سلام. چه حالی میده آدم با آواز آقا رحیم الله بیدار بشه. خانواده آقا رحیم الله خانواده طبیعت نشین از قوم بزرگ تالش هستند که هنوز سنت‌ها و اصالت‌ها و سبک زندگی قوم تالش در طبیعت رو حفظ کردن و من در ادامه سفرم برای تهیه نوعی علوفه با آقا رحیم الله و 2 تن از اقوامش راهی جنگل شدم. اما نوع علوفه و شیوه جمع‌آوری اون برای من باور کردنی نبود. چی میخوری آقا رحیم الله؟ آلشه جنگلی میخورم. نوش جونه. آلشه به من نمیدی؟ بدم دیگه یه دونه بخور دیگه. فقط یه دونه؟ بگیر دیگه 2 دونه بخور دیگه. پروانه تو هر روز این درخت رو میری بالا؟ نه هر روز. هر چند وقت یه بار؟ مثلا هفته یه بار. اینو می‌خواستی بری بالا آره. میتونی بری بالا واقعا؟ آره همه دخترا میرن بالا؟ نه زیادی کم. خیلی کار سختیه. یکی از کارهای خانوما، آقا رحیم الله میگه خانوما، آقایون کمتر میرن بالا. یکی از کارهایی که خانوما انجام میدن تو این ییلاق اینه که وقتی علوفه کم میشه میرن بالای درخت‌ها از برگ درخت راش کمک میگیرن و از برگ‌های اونا میکنن و برای گاواشون میکنن. ولی معمولا خانم‌ها این کار میکنن، آقایون این کار نمیکنن. حالا دلیلش من نمیدونم ولی من مطمئنم این کار خیلی خیلی سخت و خطرناکه و من نمیدونم چطور خانم‌های تالش این کارو میتونن بکنن ولی آقایونشون کمتر این کارو میکنن. سخته چرا میرین کارگاری؟ حالا منم اومدم کمکش بکنم. بهش گفتم کمک میکنم. امیدوارم بتونم برم بالا. از کجا باید برم بالا؟ پروانه تو از کجا بری بالا؟ همینجا؟ میفتی نه بابا حالا شما رفتم صبر کن. من با کمک آقا میفتی برم کن. آقا من جلوی پاهم نمیبینم چجوری برم بالا؟ یه دقیقه وایسا. تو چجوری نمیخوای بری بالا؟ پروانه تو رو خدا اونجا رو مراقب باش خیلی خطرناکه اون بر. بعد این شغلشه دیگه یه هفته اوی خیلی ناجور اونجا. بعد مواظب باش آقا من نمیتونم ببینم یه جایی میره که واقعا وحشتناکه. تو میترسی دیگه باشگاهی دیگه بابا باشگاهی قومانی بابا ناجور راش خیلی ناجوره. باشگاهی یه هفته این گندلاشو رو بردشو میزنن که گاوان بکنن. از بچگی عادت داره این کارو میکنه. من از این کارو نکردم. تقریبا 10 سالگی شغلشه. 10 سالگی کارا کرد. معمولا مردم اینجا وقتی که اینجا علوفه خیلی کم میشه چون دام خیلی زیاد شده هم گوسفند و هم گاو هی روز به روز داره اینجا بیشتر میشه. به خاطر چی؟ به خاطر تقاضای پایین، یعنی تقاضای مردمی که تو شهر هستن انقدر گوشت زیاد مصرف میکنن تقاضا روز به روز بیشتر میشه و گاو و گوسفند روز به روز داره اینجا بیشتر میشه. برای اینکه تقاضا زیاد بشه عرضه هم باید به نسبت تقاضا برابری بکنه. بنابراین اینجا روز به روز داره دامش بیشتر میشه و وقتی دام زیاد میشه مراتع تمام علوفه‌شون از بین میره خیلی سریع و وقتی علوفه از بین بره تنها راهی که برای دامداران اینجا باقی میمونه اینه که از یه سری از درخت‌ها بالا برن. چی اسم این درخت‌ها چیه؟ رش؟ اسم درخت چیه؟ قزلگل اگر اشتباه نکنم. حالا نمیدونم اسم علمیش چیه. از اینجا بالا میرن رش. میرم راش از درخت راش بالا میرن و از شاخ و برگ اون برای غذا دادن به دامشون استفاده میکنن. اما اگر این روند همینجوری ادامه پیدا بکنه تمام این درخت‌ها اونقدر هرس میشن که چیزی جز یه تنه خالی ازشون باقی نمیمونه. خدا آقا رحیم الله داره میگه که گاو و گوسفند انقدر زیادی که همه این مراتع داره کم کم از بین میره و این باید واقعا یه جوری مدیریت بشه وگرنه تمام جنگل‌ها از بین میره. آقا رحیم الله یه روزی به شما من گفتی که اینجا قبلا جنگل بود داره؟ اگر که این گاو و گوسفندا نگاه داشته نمیدونم برن دیگه بالا ییلا
بعدا اینا هم مرتر این جنگل بین میشه دیگه، گاو و گوسفند که اونجا پر میشه دیگه. نمیدونم با وقت بهار رو یه ما رفته گوسفند و گاو بره دیگه ایلا. اگر برای جنگل بمونه دیگه چی کار میکنه دیگه؟ از بین میره. از بین میره دیگه. آرای مولا هم خودش به این قضیه واقفه، با اینکه دامداره اینجا هست ولی خب جنگلا اینجا رو خیلی دوست داره و میگه که اگر این رویه ادامه پیدا بکنه جنگلا اینجا از بین میره. یه زمانی تمام این منطقه جنگل بوده. ارتفاع اینجا الان حدود 1285 متره ارتفاع اینجا و یه زمانی تمامش جنگل بوده ولی متاسفانه اینا از بین رفته و تبدیل به مرتع شده و مراتع هم داره از بین میره. تمام این درختان به نوعی ریشه و پنجه‌ای هستن که داخل این خاک رفتن و این خاک رو حفظ کردن. اگر این ریشه ها از بین بره خاک سست میشه و تمام اینها با یک سیلاب از بین میره و مسلما اون پایینده از اتفاقای خیلی بزرگتر و بدتری خواهد افتاد. از زمان قدیما که پدر بابایم بود، یک ماه آبسار که تمام شد، یک ماه گاو و گوسفند ییلق میره ییلا ولی الان میره همینجوری دیگه. میمونن. نه اونجا الان در جنگل بندی میگن دیگه اونجا بمن دیگه، جنگل رو تخریب شد بعدا میرن ییلا. عجب. خیلی زود پروانه از درخت بالا رفت و بعد از چیدن شاخ و برگ پایین به نوک درخت رسید. بیشک از اون بالا طبیعت شکوه و عظمت خاصی داشت و چشمان پروانه این شانس رو داشتن تا به راحتی شاهد اون مناظر زیبا و بی همتایی باشن که خیلی از مردم ایران آرزوی دیدنش رو دارن. اما سوالی ذهنم رو درگیر خودش کرده بود. اگر این جنگل‌ها و درختان وجود نداشته باشن، آیا اون چشمانداز در چشم ما انسان‌ها همچنان زیبا و بی همتاست؟ تالش‌ها از هزاران سال پیش در این کوهستان و جنگل‌ها زندگی می‌کردند. اما در گذشته تعداد دام اونها تا این حد زیاد نبود و تقاضای شهرنشینان برای مصرف گوشت بسیار کمتر بود. با بالا گرفتن تقاضای گوشت و فرآورده‌های شیری از سوی شهرنشینان، تعداد دام‌ها اونقدر زیاد شد که تمام جنگل‌های بالادست تبدیل به مراتع و چمنزارهای تهی از درخت و نهال شد. و در نهایت حتی بخش‌هایی از مراتع به دلیل چرای بی‌رویه دام از بین رفت. هر دونه یا میوه‌ای که از درختان دارمرزها به پایین میفته قبل از رشد و تبدیل شدن به حتی یک نهال محکوم به مرگ و بلعیده شدن توسط دامه. روزی وجود اندک دام عشایر در این جنگل‌ها بسیار مفید بود، چرا که اونها برای حاصلخیزی خاک کود طبیعی تولید می‌کردند و در کنارش باعث جابجایی سطح خاک و پراکنده شدن دونه‌های درختان و گیاهان می‌شدند. اما حالا اندک جنگل‌های هیرکانی هم از طرف دام و هم به دلیل بهره برداری بسیار زیاد شرکت‌های بزرگ چوب و قطع درختان توسط قاچاقچیان و همچنین ساخت راه‌ها و جاده‌های بیشمار در حال نابودیه، در حالی که طرح تنفس جنگل‌های هیرکانی به تصویب رسیده بود. این درخت چرا افتاده؟ این باد افتاده دیگه. باد زده؟ همه میدونی باد زده. یکی از دلایلی که باد میزنه اینا رو میندازه اینه که دور و برش دیگه درخت‌ها از بین رفته. آره. نه. درخت‌ها کم شده که این راحت شدن میفته. دیگه. وگرنه باد انقدر قدرتش نمیرسه که این یه درخت بخواد بندازه، درسته؟ وقتی درخت‌های زیادی باشن کمتر درختی میفته.
این تخریب گسترده فقط در جنگل‌های تالش خلاصه نشده. از جنگل‌های هیرکانی در استان اردبیل تا جنگل‌های گیلان و مازندران و گلستان به کلی درگیر چنین حجم بزرگی از نابودی جنگل‌ها قرار گرفته. و البته هجوم آفت‌های گوناگون فشار تخریب رو در این جنگل‌ها بیشتر کرده. دامداران هم در این میون چندان مقصر نیستن، چرا که نیاکانشون از هزاران سال قبل تا کنون در این مناطق با همین شیوه زندگی کردن. اما به گفته پژوهشگران شاید یک راه برای نجات این جنگل‌ها وجود داشته باشه، به شکلی که هم دامداران خسارت نبینن و از اونها در برابر ترک مناطق آسیب دیده جنگلی و مراتع حمایت بشه و هم در ارتفاعات جنگل‌های بسیار با ارزش هیرکانی که حکم با ارزش‌ترین ذخایر جنگلی جهان و تنها تولید کننده اکسیژن تازه در شمال کشور رو داره و در حالت تخریب کامل به سر میبره، شروع به کاشت نهال‌های هم نوع درختان بومی هیرکانی بشه و در کنارش برای دامداری صنعتی برنامه‌ریزی و مدیریت بشه تا به جنگل‌های بیرمق شمال کشور فرصت تنفس، بازیابی و زادآوری داده بشه. اندک درختان کهنسال دارمرزها دونه به دونه در حال افتادنه و این اتفاق تلخ در صورت نبود حفاظت از سوی مسئولین در نهایت دامنگیر تمام جنگل‌های پایین دست خواهد شد. شوربختانه این آسیب‌ها در ارتفاعات جنگل‌های هیرکانی پایان نمی‌پذیره. در جلگه هر 4 استان حاشیه دریای کاسپیان در شمال کشور بخش‌های بزرگی از درختان جنگل در طی ده‌ها سال قطع و تبدیل به شالیزارهای برنج و باغ‌های کیوی و مرکبات شده. باغ‌ها و شالیزارهایی که در چشم ما انسان‌ها در نگاه نخست بسیار زیبا دیده میشن، اما در حقیقت دلیل اصلی نابودی بخش بزرگی از جنگل‌های 40 میلیون سالی هیرکانی در شمال ایران عزیزمون هستند. و حالا این شالیزارها و باغ‌ها که خاکشون به خاطر سمپاشی‌های بی‌رویه کشاورزان بسیار آلوده شده، خشک میشن تا تبدیل به ویلاها یا آپارتمان‌هایی بشن که شاید حتی یک فصل در سال کسی در اونها زندگی نمی‌کنه. اما خسارت‌های غیر قابل جبران در جنگل‌های هیرکانی فقط مختص به جنگل و انسان نیست. زندگی حیواناتی که در این جنگل‌ها زندگی می‌کنن هم به خاطر تخریب گسترده در خطر جدی قرار داره. حیواناتی که خداوند اونها رو برای سلامت و تعادل چرخه طبیعت با حکمت آفرید. تو که رفتی بالا همه رو چیدی، گاوا رو سیر کردی، حداقل اینو من میارم. نه بریم نه من میارم. بریم نه شما که پروانه خانم حسابی پروانه پرواز داره فامیل پروانه‌ای که مثل خیلی جالبه اسم فامیلیش پروانه پرواز. وردیخا اینجا آخه پروازم بود. پروانه مثل پروانه رفت بالای درخت و این شاخه‌ها رو چید، کلی گاو اینجا سیر شد و من واقعا شرمنده شدم که نتونستم برم بالا کمکش بکنم. ولی حداقل میتونم اینا رو برام خونه‌شون. نه میارم. هوا چقدر باز میشه بسته میشه. هوای بهار اینجوریه دیگه، اصلا نمیشه روش حساب کرد. خیلی گفتیم و خندیدیم با آقا رحیم الله و حسرت و پروانه. بالا رفتنش خیلی چالش عجیبی بود و شاخ و برگ کندن پروانه از اون بالا واقعا کار وحشتناک و سختی بود. خب مردم اینجا مجبورن که این کارو بکنن برای اینکه زندگیشون به این شکله و به همین شکل داره ادامه پیدا میکنه و مجبورن وقتی علوفه کم میشه از همین شاخ و برگ های این درخت‌ها استفاده بکنن. به خاطر همینه که این درخت‌هایی که باید اینجا خیلی عظیم باشن و خیلی شاخ و برگ طولانی داشته باشن و خیلی زیبا باشن، پرتر باشن، همشون یک تنه درخت خیلی تنومندن اما شاخ و برگ زیادی ندارن، برای اینکه خب مردم مجبورن اینجا خیلی بچینن. من نمیتونم راجع به این قضاوت بکنم، اما راجع به خودم میتونم قضاوت بکنم، برای اینکه خب هرچند که من مصرف گوشتم اونقدر زیاد نیست توی شهر و سعی میکنم همیشه مراقبت بکنم، ولی الان خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم وقتی که این صحنه‌ها رو دیدم و وقتی دیدم این جنگل‌ها، این درخت‌ها چقدر نازک شده و شاخ و برگی ازشون نمونده و خیلیشون از بین رفتن به خاطر مصرف بی‌رویه ما شهری‌ها که اینقدر گوشت استفاده میکنیم. چون مردم اینجا گوشت خیلی کم استفاده میکنن، اما ما که توی شهر زندگی میکنیم خیلی زیاد گوشت استفاده میکنیم. حداقل وعده در هر روز یک وعده توی غذامون گوشت هست و همین تقاضای زیاد ما آدم‌ها
و البته با رفتن جمعیت زیاد ما همینطور در کنارش همه اینها دست به دست هم دادن که جنگل های ما کم کم از بین بره و تبدیل به مرتع بشه و در نهایت این مراتع هم از بین خواهد رفت به خاطر چرای بی‌رویه دام ها. امیدوارم همه مردم جهان مصرف گوشتشون کم بشه تا جنگل های ما، مراتع ما حفظ بشه، تا دریاهای ما حفظ بشه، طبیعتش و محیط زیستش، تا ما بتونیم آینده بهتری رو برای آیندگانمون بسازیم. شما با اندام خانم چجوری ازدواج کردید؟ این زمان پدر مادرم رفته بودن. پدر مادرتون رفتن خواستگاری کردن؟ آره خواستگاری کردن. نه من نمیدونم برم دیگه دختری خواستگاری بکنم، قبول نمیکنم پدر مادرم. یعنی اون زمان اگر یه مردی یه جوونی مثلا میخواستش بره یه دختر رو با ازدواج بکنه، میرفت به پدر مادرش میگفت؟ آره پدر مادرش بگفته که یا نه پدر مادر خودشون میرفتن انتخاب میکردن؟ خودشون میرفتن دیگه میارن دیگه. نه که پسر بگو فلان دختر به من بیا. قبول نمیکنه. اندام خانم یعنی میخوام اینجوری متوجه بشم آقا ناصر، یعنی اینکه اگر یه پسری یه دختری رو دوست داشته باشه، تو اون قدیمو دارم میگم کاری برام ندارم، دوست داشته باشه روش میشد به پدر مادرش بگه؟ نه اون صاحب یه جورایی نمیگه، به پدر مادرش نمیگفت. نه پدر مادرش رفته اینا بیاره دیگه. معرف یه جورایی پدر مادر بود زمان سابق. اون وقت کسی هم که نامزد میکرد اون موقع تا زمانی که عروس تو خونه باباشه تا دومات نمیتونست بره خونه عروسه. نمیتونستم تا حتی ببینه. اصلا همدیگه نباید میدیدن. نه تا زمانی که عروسی میکردن می آوردن تو خونه خودش تا حتی 1 سالم میگن چی؟ جلوی روی باباشو نمی اومدن اینا. یعنی دوماده می اومده تو خونه باباشو نمیتونسته بچه‌شو تا حتی نمیتونسته برداره. بغل بگیر. یعنی داماد جلوی پدرش نه با زنش حرف میزد نه بچه‌شو تو بغل میگه. بله تا یه زمانی که یه مرور زمانی که میگذشت خب اون موقع تازه راه میافتاده دوماده. یعنی اینقدر مثلا خجالت میکشید. آره. عروس هم نقاب مینداخت تو صورتش جلوی پدر جلوی پدر خانم. آره پدر آره. یعنی جلوی پدر شوهرش باید صورتشو میپوشید. حتما با صورتشو میپوشید. باهاش حرف میزد راحت؟ خیلی کم. خیلی اشاره‌ای معمولا صحبت می‌کنه. یعنی فقط اشاره با زبان اشاره‌ای معمولا. الان که اینجوری نیست. الان نه، الان یه ذره الان راحت شدن. شما چجوری ازدواج کردی با اندام خانم؟ همینطوری پدر مادرم رفته این رو کارشو اونجا انجام داده میارن دیگه، فقط با دست و پایش و همه‌شو پوشونده. خلاصه این کاراش پدرم انجام داده. بعدن تا 20 سال 25 سالم به پدرم که من موندم دیگه اینجا را نگه داشتم دیگه. این 6 تا برادر بودم. 6 تا برادرم همه عروسا هیچ کدومشو حرف نمیزنن به پدرم. یعنی جلوی پدرشون تا 10 سال هیچ کدومتون جلوی پدرش حرف نمیزنن. اصلا 20 سال 25 سال تا پدرم فوت کرده نه حرف نمیزنن. آخه چرا با پدرش حرف نمیزدید؟ نمیزدن. یعنی با شوهرتون هم حرف نمیزدید؟ نه شوهر نه. این پدر با پدر آقا پدر ما رو حرف نمیزدن. با پدر شوهرتون حرف نمیزدید. میبستید الان ببین آقا جواد این عروسی کردیم لب بزرگ برادرم هم بوده. اینن چند سال 30 سال 50 سال مونده اینن حرف نمیزنن. شما مثلا حرف نمیزدید؟ نه بعد شما ببین این یشماقشون به پارچه میگیرن دیگه اصلا نمیگیرن تو صورت. آره صورتش میگیرن دیگه. نه شما که باز میکنن دیگه آقا من حرف بزنم مثلا یا مادرشون خجالتی میکشن. یه نفر سفیدریشو اومد اینه فرار میکنن دیگه. یعنی یه سفیدریش آره یه سفیدریش عروسی کردن که اومده فرار میکنه دیگه. نه اشکار نمیشه. شما که فهمید آقا رحیم الله میخواد بیاد عروسی خواستگاری شما راضی بودی؟ بله. چرا راضی بودی؟ چرا راضی بودم؟ شما که ندیده بودیش؟ دادن نوردم. چون پدر مادر داشت؟ بله. یعنی چون پدر و مادر داشت راضی بودی باشه ازدواج کنی؟ بله. یعنی اون زمانه آدما چه ذهنیت هایی داشتن و اصلا دنیاشون خیلی فرهنگشون خیلی با هم فرق می‌کرد.
اندام خانم میگه چون پدر مادر داشت من راضی بودم باهاش ازدواج بکنم. یعنی اینکه اون زمانا کسی که پدر مادر داشت با اصل و نسب بود، یعنی کسی که یک خانواده داشت، یعنی پدر و مادر بالا سرش بود، میگفتن که خیلی با فرهنگ بزرگش کردن این بچه رو، با اصل و نسب بزرگش کردن و به همین دلیل میگفتن که پس پسر خوبی میتونیم باهاش ازدواج بکنیم. بعد تا اومد خواستگاری شما جواب بله دادید. بله. مادر پدرشون اومدن؟ بله. آقا ناصر که دختر شما رو گرفت چجوری ازدواج کرد؟ آقا ناصر شما این اومده با دخترم اومده ندادم دیگه. این اومده فقط دزدیده فرار کرده. کارشو ببین تا اومدن میشه کارشو انجام نمیدن، فقط نمیدن دیگه. فقط برادر بزرگم اومد گفت که دیگه یه کاری کرد. ناصر داماد بزرگ کرد. آره والله دخترش دزدیده برده. دخترم من قبول که نمیکنه بده فرار کردن میره دیگه، درد من نمیخورن که. اصلا کارشو انجام دادم این آقا. بگو ببینم چیکار کردی ناصر. والا من روزی که اومدم اینجا دخترش رو دیدم، دخترش تو واقعیت من عذرخواهی میکنم از پدر مادر عزیزم، واقعیت ببخشید من پرویی نمیکنم. بابا الان دامادش شدی، بچه‌هات ماشاءالله دیگه هر کدوم 10 سالشونه. خوشم اومد و اینا. از دخترش خوشش اومد. آره. یعنی از همسر الانت خیلی خوشت اومد. آره یه جوری رابطه پیدا کردیم که باعث ازدواج کردیم با هم. چه جوری تونستی باهاش حرف بزنی؟ اون زمانی که خیلی سخت میگرفتن. من که خودم نتونستم بیام باهاش صحبت کنم. حتی یک کلمه؟ به خدا یک کلمه هم نتونستم. خدای فقط رابطه‌ای که اینجا تو میگی. محل داشتم اینجا اکثرا فامیلیم دیگه. درسته. یه جوری رسوندم به دختره، منم شبونه قرار گذاشتم. چه جوری رسوندی بهش؟ یه فامیلی داریم اینجا، یه رفیق داریم، اون خانومه اومد لطف کرد تو حق ما، رفتن اینجا گفتن یعنی نامه رسون شما شد. پیغام شما رو برد به دختر اندام خانم آقا رحیم الله گفت. بهش چی گفتی بهش چی بگه؟ گفتم که قرار بذاریم مثلا شب ساعت 9 شب، خب وسط جنگل. آره وسط جنگل و ما بریم. یعنی فراری بدی. آره من اومدم اینجا جنگل یه جایی وایستادیم و اینا، اومدیم جلو پنجره آقا رحیم الله که ببخشم من اینجوری دارم چیز میکنم، اومدم اینجا صحبت کردم و اینا، دیدیم که دختره نیست. تا من برسم چون قبل من قرار رو گذاشته بودم، دختره میره تو جنگل وای میسته. یعنی خانم الان شما میره تو جنگل منتظر شما وای میشه. میسته که یکی هم با من بود که مثلا با هم دیگه بریم دیگه موتوریه. تا من بیام اینجا نگاه کردم اینا، دیدم دختره نیست. دختره نیست و اینا، بالاخره هیچ دیگه ما هم اینجا رفتیم خونه. حالا ترس اینجا بود که مثلا سگ اینا داشتن اینجا. میترسیدم که مثلا من ناشناس بودم دیگه اینجا. سگاشون هم خوب سگایی هم که الان بگیرن. آره اما برام اینا دیگه یه جورایی میگفت آقا اینجوری میزنی فلان میکنی میسن. نه بابا بگو چی میگفت؟ دقیقاً چی میگفت؟ بگو اندام خانم آقا رحیم الله گفتن چی؟ آره منم پنجره گوشه وایستادم، دارن داد و بیداد اینا، این ناصر رو ما علم میکنیم فلان میکنیم میزنیمش فلان میکنیم. گفتی میزنیم میکشیمش. تو نترسیدی این کارو چرا کردی؟ دیگه منم از ترس فرار کردم، جای قایم شدم تا هیچ دیگه. دیدیم رفت بالا، یکی اومد به ما گفت که بابا این خانومت رفته الان تو خونه است. خونه پدر خانم ما، چیز پدر خود ماست. عاشق شده بودی؟ آره دیگه. اینجا رفتی خونه، دیدیم آره دیگه خونه است. بالاخره چی دیگه راحت شدی. آره راحت شده. بعد 4 روز اون وقت رسمه که میان خونه پدر خانم، یکی رو میفرستن ریش سفید رو، میگه آقا فلان روز ما میایم چی برنامه به اصطلاح تدارک ببینیم که این کارا رو خواستگاری بکنه. آره. خب نمیترسه اون کسی که به اینجا کتک بخوره؟ نه اون که نمیترسه، اون ریش پدری سفید نمیزنم. آها ریش سفید میفرسته. آره پدری نمیزنم. کتک نمیزنی؟ نه. شما راضی بودی؟ نه. چرا راضی نبودی؟ خیلی پسر خوبیه که. چرا راضی نبودی؟ دزدی. چون دزدی تو چون دزدی دختر رو راضی نبودی. ولی خب عاشق دخترت هم دوستش داشت. هم دیگه رو دوست داشتن، هم دخترت دوستش داشت، هم ایشون دوستش داشت. خب بعد چی شد؟ هیچ دیگه بعد 4 روز اومدم کار برنامه ردیف شده و عروسی و من آره والا وقتی اومدن اینجا چیکارش کردی؟ اولین بار که دیدیش چیکار کردی بعد از اینکه دختر رو دزدید؟ سیفتروش رو اونجا فرستادن. خب من 4 رقت شدم گفتم دیگه برده دیگه من نزدی یه دونه بهش بخواب بزنی؟ هیچ نه بعد سلامت نمیکنم. منم یه سال روم نشد بیام خونه‌شون. یک سال نیومدی خونه‌شون؟ یک سال اصلا روم نشد. بعد یک سال 2-3 سال دیگه سرمو بالا نمیگرفتم. چقدر جالب. آره بعد ببین یه زمان ابرو زیاد بود. این زمان الان یه عروسیشو میبرن دیگه، گردنشو اونجا باز کردن، سرشو باز کردن، اونجا را میزنن دیگه، بالشو اونجا میزنن. اون زمان خیلی خجالت میکشید. ابرو نان و حیاشو همه دارن دیگه. عجب.
خب خودت آقا حسرت هی داره اون زیر میخنده. آقا حسرت چجوری ازدواج کرد؟ از حضرت یعنی اومدن دیگه، پدرش و مادرش اومدن. خب خلاصه اومدن اونجا راحت قبول کردن. آره راحت قبول بدون مشکل راحت ازدواج بدون کردی. مشکل خلاصه کارشو انجام دادن دیگه. خلاصه دادن دیگه. آره مولا معمولا اون زمانی که خیلی قدیم هیچ ساز و اینام نبود توی جشن عروسیشون چه شعری میخونن؟ اول میگونن عروس اومده برکت آورده. آها. وای عروس گلین رو که تعریف میدن دیگه، وای هنبندان این شب، وای هنبندانه عروس اومده برکت آورده. صبح خیلی زود برای کمک به اندام بانو از خواب بیدار شدم. البته کمک چندانی از من بر نمی اومد، ولی کار کردن با حیوانات در طبیعت انرژی خوبی به من میده. چیزایی که من خیلی دوست دارم همیشه همین کار کردن عشایره. البته که بیشک مردم عشایر روستایی یا ییلاق نشینان اینجا خب کاراشون واقعا خیلی سخته، یعنی صبح تا شب همش کار میکنن و برای اونا خب یه خورده سخته. اما برای من به عنوان یه مسافری که از جاذبه‌ها اینه که مثلا چند روزی با همین مردم بتونم کاراشون رو انجام بدم، چون کارهای جدیدیه و خب خیلی حس جالب و باحالی به من میده. مثلا یکیش همین دوشیدن گاو و گوسفنده. گوسفند برای من خیلی سخته دوشیدنش، اما گاو خیلی راحت‌تر شده چون انقدر تمرین کردم که بالاخره یه خورده یاد گرفتم. مادر منم یه خورده بدوشم اینو. میتونم بدوشم؟ بدوشم. مرسی. همینجا بذارمش؟ نه نزنی. بذارم همینجا باشه؟ بله بله. انقدر دوشیدم که دیگه برام راحت شده. توی عشایر رو مردم روستا انقدر بودم که خیلی تمرین کردم. اوایل هیچ وقت این اتفاق نمیافتاد و حتی نمیتونستم اصلا شیر بدوشم، ولی الان دیگه برام راحت شده. خیلی تجربه کار کردن جدید به آدم حس خوبی میده. بله بله چتنی. خیلی سخته. ولی سخته. بله سخته. اسب بود بگشتن آیو. الان اسب بابا الان ما ترکی کی به هلش تو نبیدم شایبه. سلام رحیم الله. سلام آقا. چه میکنی؟ اونجا برای گوسفند میبریدم دیگه. من رفتم یه گشتی زدم تو ییلاق اومدم. آی جان. داری اینو پشتشو میزنی؟ آره میزنم دیگه. آقا جواد میتونی یه دونه گوسفند من بیاری؟ گوسفند بیارم؟ آره امیره دیگه. این شیالی تو نمیتونه بگیری دیگه بابا. میگیرم بابا. بلش نکن دیگه گردنش بگیر. حیوان آروم باش. باید کاری ندارم، قرار پشمتو بزنیم. قرار نیست خورده بشی. خب از اونجا بیارم. اونجا بیا. بل نکن دیگه. زوری داره کثافت شده به جا. برو جلو. بیا. چه زوری داری نظر بغلت کنم. بیا چه بابا شما نمیتونی یه دونه گوسفند بیاره بابا بلافر وحشی کردی بابا اینجا همه جا کثیفه. حالا میخوام برات پشمشو جوری بچینم که بگی دمت گرم جواد. اینجا اینجوری شده دستو درست کرده. آره دستو درست کردم با پاش دستو ببین با پش چجوری دستو درست کرده. درست کردم دیگه بابا نمیدونی؟ آره نمیدونی تو نمیدونی؟ نه همین نیست آقا جواد همین نیست. زیرشو همین چیه بابا؟ نه نمیتونم بزن. نه وایسا نمیتونم نداریم از زیر اونجا ببینه یه عجب شده یه عجب. ساکت آروم باشه خورده. آقا تو نمیتونی بابا این با این قیچی چمن هم نمیشه زد، چه برسه به این پس. خیلی سفته. چرا میگی نمیتونم؟ آره این مولا دیدی که میتونم. ببین زدم دیگه این پشمه دیگه. بده به من آقای نگاه کن. این پشمه. میدونم پشمه دیگه میدونم. اینطوری ببین. اینطوری قیچه بزن. این آقا جواد اینطوری دیگه. این چی؟ خداییش خوب زدی.
آقا هرچی میزنم نمیزنه. الان کنده. کنده. همه شو باز نکن دیگه. بابا همه شو باز نکن دیگه. کمشو باز کن. کمشو باز کن. کمشو باز کن. آها با نوکش باید بزنی. آره نوکش بزن دیگه. ای جانم این برش داره این مادرش صدا میکنه. بقیه هم پشت سرش همینجوری سر صدا میکنن. میبلدم. اینطوری گوسفند نبرید دیگه. تو بلد نیست بزن اونجا را ببینم بابا. خوب بزن دیگه آقا خوب بزن. این چی؟ اینطوری گوسفند ببره آقا جواد. این چی آبرو برم بولا آقا جواد. این چی شما؟ ببین خدا وکیلی خوبه دیگه. چیدن پشم گوسفندها برای من تازه کار چندان ساده نبود، اما به نظرم در این کار نمره قبولی گرفتم. هرچند آقا رحیم الله از کارم خیلی راضی نبود. آقا جواد جان فردا طول میکشه تا فردا صبح برای این را میبری دیگه. جواد جان آقا رحیم الله میگه تا فردا صبح طول میکشه ولی خوب زدم. زده دیگه ولی اینطوری نه. ببین زده دیگه ما رو ضایع نکن دیگه. زده خب خیلی جالب زده. خوب زدم. ولی فردا طول میکشه. میدونم آره. فردا صبح برای گوسفند جا بخوابی دیگه. بگی بخواب راحت باشه. خب عزیزم آروم باش. اینطوری بزنید آقا جواد. ببین مشاغل عشایر و روستایی ها برای من همیشه خیلی پرهیجان بوده، اما واقعا کار سختی هم هست. ولی برای من مسافر واقعا تجربه خیلی جدیدی از زندگی کردن توی طبیعته، به خاطر اینکه خیلی چیزا ازشون یاد میگیرم وقتی بینشون هستم و متوجه میشم که زندگی به این آسونی هم که فکرشو میکنم نیست. واقعا سختی‌های خاص خودش رو داره، اما میتونه در کنارش تجربیات خیلی جالب و خوبی و ارزنده‌ای رو داشته باشه برای من شهری که اونها سفر منو جذاب‌تر کنن. آقا رحیم الله این خوبه دیگه. یه اسبشو از توش یه اسب در میاد. آره در میاد. ایوالله خیلی جالبه. خیلی زحمت کشیدم. من میخوام 3-4 تا اسب میخوام. خوشبختانه توجه به صنایع دستی ایرانی از سوی مردم روز به روز بیشتر میشه و این باعث میشه تا یکی دیگه از هویت‌های فرهنگی کشور یعنی صنایع دستی جانی دوباره بگیره و در کنارش هنرمندان در این عرصه از منافع مادی هم بهره مند بشن و کمکی باشه برای ادامه حیات هنرمندان. این الان خوابیده. این بوز خوابیده. ببین آره بوز خوابیده. جواد بله برو خار را باز کن و برو خونه. برو اونو باز کنم؟ آره اونو باز کن. یه گشت باحال زدم اینجا. برو زود. حالا خراب اسبا رو باید باز می‌کنیم بریم داخل. زود. چی شد؟ ای بابی. این چیه بابا؟ من تو گفتم را باز کن بابا. این چی بازش؟ نمیشه بازش کردین. باز کن بابا باز کن میخورن دیگه. باز کن بابا. پشت خودت کن. آی کشتشونو. بابا باز کن. بابا باز نمیشه. باش. چه گره‌ای زدن. اوش ببین. من تو را گفتم بابا خارا باز کن آقا. هم دیگه رو کشتن. بکشش. زوری داره. باش. میزنه تو بکشی بابا برو کنار. چرا اینجوری؟ چرا هم دیگه رو میزنن؟ من داغا میکنم دیگه. برو کنار. برو اون برا حیوان. برو. من نزنه. ای با این گیر کرده به اون. صبر بابا من تو گفتم که باز کن لام صبر. بابا گیرش باز کن. گیرش باز نمیشه. آش بابا بگیر دیگه. گرفتم. من رو نزنه. این همون خریه که آقا رحیم الله نجات داده. تو روزنامه هم زدن. تو کدوم روزنامه زدن آقا رحیم الله؟ کدوم روزنامه؟ خطبه‌سرا؟ تو روزنامه خطبه‌سرا زدن. این خر نوشته بود تو روزنامه که خری که جان صاحبش رو نجات داد. یه روزی آقا رحیم الله 1 سال پیش رفته بود بالای یه درخت خیلی قطور و خیلی بلند. بعد توی اون درخت خالی بوده جوری که 4 تا 5 آدم توش جا می‌شده. از اون بالا سقوط میکنه آقا رحیم الله نزدیک 15-16 متر میره داخل تنه یه درخت و اون تو گیر میکنه. چون وسط جنگل بوده صداشو به هیچ عنوان کسی نمیشیده. صدای فریادشو. بعد این خر کنار اون درخت انقدر آقا رحیم الله من میگم حیونا دوست دارن داستانش همینه.
این خر انقدر اونجا صدا میکنه، با صدای بلند ارعر میکنه، انقدر داد میزنه که مردم میان اونجا میفهمن که آرایمالا تو اون درخت افتاده، بعد نجاتش میدن، بعد تو روزنامه‌ها میزنن این قضیه رو. ولی الان من نمیدونم چرا دیوونه شده. میگن ازت تلی باش کمک کش. بیا آروم بیارش که جنگ نکنن. بیا ببرمشون بر بندم. بیا بندم اونجا. ای وای 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 یا خدا. نوید بودو، نوید بیا کمک. نوید بیا 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 بیا. اون بالا برشو بگیر. اون بالا برشو بگیر. نوید پسر وسطی و رحیم الله. کجا بودی؟ بیا کمکمون یارو بگیریم. این دو تا به جون هم افتادن. صبر ببرش. ببرم اینجا. ای دارم. بگیر. شما روزی بده من بزنم. شما برو میخوای به کارت برسی برو. هوا خیلی سرد شده و شبا حتما باید از بخاری هیزومی استفاده کنیم، اما شکستن همین هیزوم خیلی کار سختیه. مادر با اینکه روزه است اما میاد و همینجوری هر روز کلی هیزم میشکنه برای خونه. بچه‌ها هر کدوم رفتن دنبال کار و گله و آقا رحیم الله رفته دنبال اسبش. من اینجا یه کمک کوچولو میخوام به مادر بدم. مادر کدوم بشکنم؟ مادر نوبت کدومه؟ اینو بشکن. اینو؟ الان 3 روزه که هوا کاملا پوشیده از مه و ابر و هی داره بارون میاد و اجازه ادامه سفر از من گرفته. اما تو این 3-4 روزی که من اضافه بر سازمان در کنار خانواده آقا رحیم الله و اندام خانم موندم، انقدر اینا به من محبت کردن که واقعا آدم حس میکنه که اینجا خونه خودشه. من از اینجا حس غریبی نمیکنم مثل خیلی از اقوام دیگه که من مهمونشون بودم و این یکی از خصوصیت‌های بسیار بسیار با ارزش مردم ایرانه که وقتی که آدم در کنارشون هست هر چقدر که غریب باشه احساس میکنه که در کنار خانواده خودشه و انگار اونجا خونه خودشه. و من واقعا با تمام وجودم قدر این نعمت رو میدونم، قدر این مردم رو، قدر این محبتشون رو و فکر نمی‌کنم که هر جایی بشه یک همچین مردمانی با یک همچین اخلاق و خصوصیت‌ها و مهر و محبتی رو پیدا کرد. فکر نمی‌کنم تو هر کشوری همچین آدمایی وجود داشته باشن که اینقدر خالصانه با اینکه خب درآمد زیادی ندارن و از لحاظ مادی خیلی قوی نیستن اینقدر به مهمونشون محبت بکنن. و البته من هیچ وقت اجازه نمیدم که این محبتشون بدون جواب بمونه و سعی میکنم حتما هر جوری که شده جبران بکنم تا این دوستیمون و تا این ارتباطمون ارتباط مثبت و خوبمون و این عشقی که بین ما هست برقرار بمونه برای همیشه. من اگر در حیاط خونم یک درخت سرو 3000 ساله داشته باشم بیشک دیگه اون متعلق به من نیست بلکه متعلق به تمام ایرانه، برای اینکه میراث بسیار با ارزشی برای کشورمون به حساب میاد. زبان، فرهنگ و وجود قوم تالش و همچنین جنگل‌های هیرکانی شمال کشورمون از گلستان تا مازندران و از گیلان تا توالش و اردبیل دقیقاً همون میراث بسیار با ارزش هستن
باید تمام ما دست به دست هم بدیم تا قوم بزرگ تالش و جنگل‌های هیرکانی بسیار با ارزش شمال کشورمون که حکم مهمترین موزه زنده طبیعی جهان رو داره حفظ و احیا بشه، تا اون رو به آیندگانمون به درستی منتقل بکنیم و آیندگانمون برای حفظ این همه دارایی بسیار با ارزش به ما افتخار بکنن. آقا رحیم الله، یعنی قشنگترین لحظات زندگیمو کنار خانواده شما گذروندم. بابت همه چیز ازتون ممنونم. خیلی به من خوش گذشت. دلم براتون تنگ میشه. قربونت برم من. خداحافظ عزیزمی. دلم واقعا برات تنگ میشه. قربونت برم عزیزمی. مادر خیلی زحمت داریم اندام خانم. بابت همه چیز ممنونم. رامین جان عزیزم. خداحافظ. خدا نگهدارتون باشه. خیلی محبت دارید. دستتون هم درد نکنه. ای جانم. ای جانم. اصل دیگه دوست صنایع دستی. به 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 به. به به. واقعا ازت ممنونم به خاطر صنایع دستیت. خیلی لطف کردی. بابت همه چیز ممنونم. نگاه بکنید آقا رحیم الله، اینا صنایع دستی که پسرش برای من درست کردن، از چوب اسب برای من تراشیدن و همینطور کلاه تالشی و جلیقه تالشی که از پشم بزهایی که پشم گوسفندهایی که اینجا هستن ریسیده شده و بافته شده. در نهایت من هر وقت هر جایی که میرم سعی میکنم صنایع دستی رو منطقه رو بخرم تا کمکی بشه برای احیای صنایع دستی و همینطور ادامه روند تولید صنایع دستیمون. این تنها کاریه که باید انجام بدیم و در کنارش البته من لحظات خیلی خوبی رو گذروندم کنار این خانواده. من صبحانه کاملا سنتی خوردم، ناهار و شامم غذایی که برای من اندام خانم اینجا میپخت کاملا غذای ارگانیک و سنتی بود و شب توی یه خونه محلی کاملا معماریش سنتی بود، اونجا رو گذروندم اقامتم رو و همینطور در این محیط و در این فضا و در این طبیعت بسیار بکر من لحظات خیلی خوبی رو گذروندم و بهای اون چیزی رو که اینجا ازش لذت بردم و ازش استفاده کردم به این خانواده پرداخت کردم، برای اینکه من به عنوان یک گردشگر مسئول اگر بهای اون چیزی رو که اینجا ازش استفاده میکنم نپردازم، این زندگی زیبا و این روند زیبا ادامه پیدا نمیکنه. من مطمئنم اگر میخواستم برم هتل توی یک شهری بهای خیلی خیلی زیادی رو باید میپرداختم و لذت خیلی زیادی رو هم مطمئنا نمیبردم، اما اینجا لذتی که بردم انقدر زیاده که وصف ناپذیره تو این طبیعت و در کنار خانواده عاشق و بسیار بسیار خوشبخت آقا رحیم الله. امیدوارم همه ما به عنوان گردشگران مسئول بهای اون چیزی رو که در این طبیعت در کنار مردم، اقوام، عشایر و همینطور روستایی ها ازشون میگیریم بهاش رو بپردازیم تا باعث کمکی بشه برای رشد اقتصادی، فرهنگی و همینطور حفظ آن چیزی که اینها دارن و من ازش لذتی برم. به امید اون روز. ممنونم ازتون بابت همه چیز. خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا نگهدار. خدا نگهدارتون. kömürü bana bırakıp koşa bırak. Ramazanımın başına bas bu bakatır babor babardin. Faslı tavustan babandine koy zeyne geldi bamayne temeşaruna. Hemen kuş bakardın başına gülün. Rahimullah'ın temşanla da bamandır dumussun. Semetir barf baboye vahid bamandin. Gözara brom kurbana tübuşum bromame. Vahid bamandin yoda hiç kesmiyor. Ki gelin yapınca bebeğim kodamayı. Başını passiz umustun. Aba bahar babi hani bamayne ye yap. Baman çiman sariko gırda babi ne ye. Kosabrom. Dasti tu kurban bu son kosabrom ye.
آقا رحیم الله و همسر مهربونش تشکیل دهنده خانواده‌ای بسیار شاد و خوشبخت بودند. خانواده‌ای ساده، آرام، قانع و عاشق. خانواده‌ای که پایه اصلی زندگیشون عشق بود و امید. هرچند درآمد چندانی نداشتند، اما اونها و بسیاری از خانواده‌های تالش که در ارتفاعات استان گیلان زندگی می‌کنن، دارایی‌هایی دارن که میتونه براشون بسیار مفید باشه. دارایی‌هایی که بیشک میتونه حافظ طبیعت و فرهنگ و اقتصاد این خانواده‌های اصیل باشه و اون دارایی‌های با ارزش، طبیعت و اصالت‌های این قوم طبیعت نشینه. زبان، فرهنگ و آداب و رسوم، پوشش و معماری تالش و همچنین موسیقی و صنایع دستی اونها در کنار طبیعتی بی‌نظیر، همون دارایی‌های بسیار ناب و با ارزشه. اما شوربختانه به ارزش این دارایی‌ها چندان آگاه نیستن. در صورتی که توسعه پایدار و گردشگری مسئولانه با مدیریتی که مبنی بر حفظ محیط زیست و فرهنگ این قوم بزرگ باشه، میتونه باعث بشه طبیعت در برابر تخریب حفظ بشه. اصالت‌های اقوام از بین نره و رونق اقتصادی به این مناطق برگرده. به شرطی که ظرفیت‌ها سنجیده بشه و هیچ تخریبی در طبیعت و اصالت‌های فرهنگی و قومی صورت نگیره. تخریب جنگل توسط دام‌های بیشمار و چرای بیرویه و تقاضای زیاد برای مصرف گوشت از یک طرف، قطع بیرویه درختان از طرف دیگه و تبدیل جنگل‌ها به باغ مرکبات و شالیزارها و در نهایت تبدیل اونها به ویلا از طرف دیگه، نفس جنگل‌های بیمانند هیرکانی شمال کشور رو بریده بود و در کنارش جاده‌ها و راهسازی تیر خلاصی به پیکره و این دارایی‌های بیمانند خواهد بود. جهان در حال تغییر بزرگیه. تغییر اقلیم و آب و هوا و نگرش جدید کشورهای صنعتی و پیشرفته و نگرانی‌ها به خاطر تخریب محیط زیست و به دنبالش به خطر افتادن جون انسان‌های امروز و نسل فردا باعث شده تا خیلی از کشورها در تکاپوی حفظ جنگل‌ها، مراتع، رودها، دریاها و کوهستان‌ها باشند. امروزه کشورهایی که از طبیعت و جنگل‌های اصیل و وسیع‌تری برخوردارند، آینده بهتر و روشن‌تری خواهند داشت نسبت به کشورهایی که برج‌ها و سدهای ویرانگر بزرگی دارند. کشورهایی که اصالت‌های قومی و فرهنگی و تاریخی بیشتری دارند در صنعت گردشگری موفق‌تر خواهند بود. و ایران این مرز پرگوهر و بسیار امن که جاذبه‌های بیشمارش در کنار تنوع اقلیمی و قومی منحصر به فردش قلب و روح هر گردشگری رو تسخیر می‌کنه، با سرمایه‌گذاری خوب و برنامه‌ریزی برای زیرساخت‌ها و توسعه پایدار با یک مدیریت بر پایه حفاظت میتونه جزو موفق‌ترین کشورهای جهان در عرصه گردشگری باشه. اما این کار نیاز به یک نگاه دلسوزانه و حرفه‌ای مسئولانی داره که به این حقیقت باور داشته باشند که دوره درآمد از سوخت‌های فسیلی و معادن و در کنارش تخریب محیط زیست به سر اومده و میشه از اصالت‌های کشور درآمد بسیار بالایی داشت و ریشه بیکاری رو خشک کرد، به شرطی که حفاظت از این دارایی‌های بیمانند پایه اصلی توسعه باشه. سوال‌های زیادی در ذهن داشتم که همه بی جواب بود. چرا تا به امروز طرح تنفس جنگل‌های هیرکانی درست و با بودجه‌ای کامل اجرایی نشده و از دامداران برای حفاظت از جنگل‌ها و مراتع حمایت نمیشه؟ چرا به قطع درختان از طرف شرکت‌های چوب یا قاچاقچیان و یا کسانی که با قطع درختان جنگل زمین‌ها رو تبدیل به باغ و شالیزار می‌کنند واکنشی محکم و قاطع از طرف مسئولین نشون داده نمیشه؟ چرا به خشک کردن شالیزارها و باغها و تبدیل اونها به ویلا واکنشی قاطع نشون داده نمیشه؟ چرا از طرف برخی مسئولین به بسیاری از مردم محلی قول احداث جاده میون جنگل‌ها داده میشه؟ چرا مشکل ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی با کشور آذربایجان برطرف نمیشه و حتی به ثبت ملی نمیرسه؟ واقعاً ما برای فرزندان و آیندگانمون چه چیزی به یادگار خواهیم گذاشت؟ با دنیایی از آرزوهای قشنگ برای حفظ فرهنگ قوم بزرگ تالش و حفظ جنگل‌های هیرکانی شمال کشور که جزو با ارزش‌ترین جنگل‌های جهان محسوب میشن، سرزمین زیبای تالش رو ترک کردم، بدون اینکه کوچکترین زباله یا اثری منفی از خودم در اونجا و یا در فرهنگ اصیل تالش به جا بگذارم.